چطور یک وبسایت ثمربخش داشته باشیم؟ عرض ادب و احترام خدمت همراهان عزیز کرد سایت. امیری هستم با یک آموزش دیگر از مجموعه آموزش‌های رایگان مدیریت و رشد کسب و کار. بسیار خوب دوستان، توی این ویدیو می‌خوایم در مورد شیوه‌های کسب درآمدی در خصوص اینکه شما به عنوان یک مدیر وبسایت یا دارنده وبسایت چطور میتونید یک وبسایتی رو داشته باشید که ثمربخش باشه و براتون کسب درآمدی رو داشته باشه. حالتهای مختلفی رو با هم دیگه بررسی میکنیم، همراه ما باشید. در ابتدای کار از وبسایت های شخصی شروع میکنیم، چون با توجه به اینکه حالا حالتهای مختلفی داریم مثل وبسایت های فروشگاهی، وبسایت های شرکتی، خدماتی و غیره. این وبسایت ها در واقع برای اینکه یک خدماتی یا محصولی رو ارائه بدن و برای درآمد داشتن طراحی شدن. اما خب یک وبسایت شخصی حقیقت ماجرا اینطوریه که اون جنبه فروش مستقیم یا کسب درآمدی رو نداره. اما خب ما چطور این کار رو انجام بدیم که حداقل یک فایده‌ای رو برای ما داشته باشه و منجر به اون کسب درآمده بشه؟ این مورد خیلی مهمه، چون افرادی رو حالا میبینیم که به این اشاره میکنن که خب اگر ما یک وبسایت شخصی داشته باشیم چه فایده‌ای میتونه برامون داشته باشه. توی این ویدیو اینها رو بررسی میکنیم و بهتون آموزش میدیم. خب هر شخصی برای خودش میتونه یک وبسایت داشته باشه. چطور شما یک پیج اینستاگرام میتونید داشته باشید، شما هم یک وبسایت میتونید داشته باشید، اما مدیریت یا در واقع کار با وبسایت به آسونی اینستاگرام نیست. وبسایتی که شما طراحی میکنید حداقل باید یک کاربردی یا درآمدی برای شما داشته باشه تا صرفه اقتصادی برای شما داشته باشه، چون حقیقت ماجرا اینطوریه که یک وبسایت شخصی برای شما یا در کل هر وبسایتی یک سری هزینه‌های نگهداری داره، مثل دامین، هاستینگ و حالا اگه پشتیبان نیاز داشته باشید یا نه. بس باید برای یک هدف خاصی این وبسایت طراحی و ایجاد بشه. به طور مثال شما یک شخصی هستید که یک سری خدمات، کارها، خلاصه شخصی هستید که یک کاری در واقع یک کاری برای خودتون دارید، بیزنسی دارید یا خدماتی ارائه میدید یا هر شکلی. میتونید برای خودتون یک رزومه آنلاین داخل اون وبسایت داشته باشید یا کلا وبسایتتون رزومه آنلاین شما باشه، پورتفولیوی شما باشه. و همچنین در کنار این که شما این مشخصات، این رزومه و این نمونه کارهای خودتون رو قرار دادید، خدماتتون رو هم معرفی بکنید، ارائه بدید به صورت مستقیم. براتون اگر بخوایم مثال بزنیم، شما اگر تعمیرکار کولر هستید، جوشکار سیار هستید یا هر چیز دیگه، این موردها حالا توی کشورهای اروپایی یا آمریکایی، در واقع منظور از قاره آمریکا هستش، این موردها خیلی جا افتاده هستش. یعنی داخل آمریکا، کانادا این مورد خیلی خیلی جا افتاده هستش، داخل اروپا هم که زیاد. اینطوریه که شخصی که حالا توی یک شهر بزرگ زندگی میکنه، یک خدمات به طور مثال تعمیر کولر یا جوشکاری سیار یا هر چیز دیگه رو انجام میده، یک صفحه آنلاین داره برای خودش به عنوان یک وبسایت و داخل این فضا به صورت آنلاین فعال هستش. کار خاصی هم انجام نمیده روی وبسایتش، فقط این رو داره، حالا یه مقداری روش کار کرده و خلاصه سایتش اوکی، بالا میاد. اینطوری که مثلا حالا اگر شخصی داخل شهر، براتون مثال بزنم، یک شخصی یک شهری مثل شهر روم بخواد یک حالا جوشکاری انجام بده، چیکار میکنه؟ سرچ میزنه جوشکار سیار در روم، اوکی، معادل ایتالیایی یا انگلیسی این مورد رو. خب افرادی که توی این حوزه هستن، خب پیجاشون رو میاره، صفحاتشون رو میاره، ایشون باز میکنه، معمولا اولی یا دومین مورد رو باز میکنن. خب میبینن که خب یک شخصی هستش، یک صفحه خیلی شیک و ساده و حالا با دسترسی خیلی خوب داره. سعی میکنه که توی اولین نگاه بکنه که خب چی نوشته جوشکار سیار در روم، بسیار خوب. چند تا عکس نمونه کار به صورت سریع میبینه، خب چند تا ویژگی کار میبینه که خب من این کارها رو انجام میدم به این شکل، اگه قیمت یا تعرفه‌ای باشه نشون میده و دکمه تماس یا شماره تماس. فوراً این باعث میشه که اون کاربر به مشتری تبدیل بشه و بهتون زنگ بزنه. پس میتونید با این حالت‌ها شما خودتون رو در فضای آنلاین وبسایت نشون بدید و از این فرصت‌ها استفاده بکنید. توی ایران هم این سرچ‌ها اتفاق میفته. اما اگر شما به طور مثال برای خودتون یک سری محصولات خاص دارید، یک سری حالا ممکنه دستسازهایی رو داشته باشید، یک سری در واقع صنایع دستی داشته باشید یا هر چیز دیگه‌ای،
به عنوان محصول شخصی میتونید توی سایت شخصی خودتون بفروشید. آقا شما خودتون رو به عنوان نویسنده توی سایت شخصیتون معرفی میکنید. توی اون سایت شخصی شما میتونه هر چیزی باشه، روی هر حالتی باشه. یعنی اگر شما نویسنده اید، شما خودتون رو به عنوان نویسنده داخل اون وبسایت معرفی میکنید. خب رزومتون رو میذارید، کتابایی که نوشتید، کارهایی که کردید، افتخارات، سمینارهایی که رفتید، هر چیزی که دوست داشته باشید میذارید، کتاباتون رو هم برای فروش میذارید. تموم شد. به همین راحتی. اصلا اینکه خب من مثلا یه دانشجوام، سایت شخصی من چجوری باید باشه، من یه پزشکم، من یک مهندسم، من یک تعمیرکارم، من یک در واقع راننده‌ام، هر کدوم از شماها با توجه به خلاقیت یا حتی مشاوره اون ارائه دهنده، حالا یه طراح سایتتون، میتونید یک وبسایت خیلی خفن داشته باشید، یک وبسایت شخصی. پس این وبسایت شخصیتون رو اینطوری با خلاقیت بالا بیارید که براتون کاربرد داشته باشه. پس کاربردهایی که میتونید براتون داشته باشید چیه؟ اینه که رزومه آنلاین شما باشه، پورتفولیوی شما باشه، خدماتتون رو ارائه بدید، فروش مستقیم داشته باشید. خلاصه خیلی میتونه براتون کاربردی، مفید و درآمدزا باشه. خب به این سوال میرسیم که آیا واقعا داشتن یک وبسایت شخصی لازمه؟ خیر. توی سایت قبلی چند تا نمونه از حالا وبسایت شخصی رو بهتون گفتیم، اما خب انواع مختلفی هم بازم بهتون گفتیم که شما میتونید داشته باشید. مثلا شما اگر یک شخصی هستید که همزمان بیزنسمن هستید، به طور مثال حالا براتون مثال بزنم چون موردهایی رو داشتیم این شکلی. یک آقای بودن که خب توی آمریکا دارن تو بحث فکر میکنم دیتا ساینس درس میخونن و همونجا هم مشغول به کار هستن، درآمد خوبی دارن خدا رو شکر. یک وبسایتی رو زدن برای خودشون که دستاوردها، مقالات، افتخارات، اختراعات خودشون رو داخلش گذاشتن، خودشون رو در واقع کاور کردن داخل اون وبسایت. سایت شخصی خودشون اینطوریه که وقتی مثلا جایی میرن میخوان خودشون رو معرفی بکنن، میگن که برای اطلاعات بیشتر میتونید سایت من رو بخونید، مثلا amiri.com. اوکی، این سایت شخصی برای یه نفر میتونه باشه. حالا اون یه نفر آیا فقط همون یه دونه سایت رو میتونه داشته باشه؟ نه. شما چجوریه در واقع اگه اون یه نفر رو بخوام براتون مثال بزنیم، طوریه که خب اون سایت شخصی خودش رو داره، در کنارش چون علاقه داره و حالا مهارتش رو کسب کرده، دوست داره یه سایت داشته باشه در کنارش آموزش بده، اون مهارتایی که یاد گرفته به صورت کاملا عملی و حرفه‌ای یه سایت داشته باشه که اونها رو آموزش بده. پس دوره‌ای رو تنظیم و در واقع ایجاد کرده، توی اون وبسایتش میخواد بفروشه. دوباره یک بیزنس دیگه راه اندازی کرده داخل ایران، چون حالا خدا رو شکر پولش رو داره، تایمش رو داره و انرژیش رو داره، یک وبسایت طراحی کرده که اون بیزنسش هم رو توی ایران ادامه بده. پس اینطوریه دوستان. یعنی البته من این یک مثالی زدم که واقعی بود، حتما قرار نیست یک شخصی این باشه که توی آمریکا باشه و همه این وبسایت ها رو داشته باشه. نه، شما اصلا با یک سطح خیلی معمولی هم که عنوان یک شخص ایرانی واقعا قادر هستید که چند تا وبسایت داشته باشید، چون هزینه‌اش اونقدر نیست که بگید خب وای این خیلی هزینه گرفت و حتما یک آدم خیلی خفنی لازم داره. اوکی، بس این مثال رو هم بازم بهتون زدم که شما ذهنتون بیشتر باز بشه. مثلا شما میتونید یک وبسایت خبری یا مجله‌ای داشته باشید، فقط در مورد یک سری چیزا بنویسید، حرف بزنید، یک سری چیزا رو معرفی بکنید و فقط از طریق تبلیغات درآمد داشته باشید. یا حتی یک وبسایت آموزشی داشته باشید، آموزشایی که خودتون بلد هستید رو قرار بدید، یا اینکه نه از مدرسات دعوت بکنید به صورت همکاری یک سری آموزشایی رو بذارید و فروش داشته باشید. هر چیزی ممکنه دوستان، نگران نباشید. کامل این موارد رو با هم دیگه بررسی می‌کنیم که شما با خیال راحت بتونید تصمیم گیری خودتون رو داشته باشید. این ویدیو فقط برای معرفی و تصمیم گیری نیست، یه خیلی نکات خیلی مهمی رو می‌خوایم بهتون معرفی بکنیم و بهتون بگیم که قطعاً توی مسیر کاریتون بهتون کمک می‌کنه. حالا شما اگر یک وبسایت دارید یا در کل روش‌های کسب درآمد از یک وبسایت چیه؟ صورت کامل اینجا براتون لیست کردم و حالا بعدش میام تک به تک تقریبا، ولی خب همه اینها نه، ولی خب تقریبا چند تا از اینا رو به صورت موردی براتون بررسی میکنم. خب حالتاشو بهتون بگم. فروش سایت های آماده. شما به عنوان یک طراح سایت میتونید سایت آماده طراحی بکنید و به فروش برسونید. این برای کسانی بود که تخصص طراحی سایت داشتن. یعنی این ویدیو فقط برای مالک‌ها یا مدیران وبسایت نیست. اگر شما طراح سایت هم هستید، دیدید که این ویدیو به کارتون اومد، پس شما به عنوان یک طراح وبسایت خیلی راحت، حالا اگه کدنویسی انجام میدید، خب کد وبسایتی که نوشتید رو ذخیره میکنید، در واقع این سایتی که طراحی کردید رو به صورت
به صورت ایجاد میکنید که یک حالت یا تمپلیت کلی داشته باشید. حتی اگر هم تمپلیت یا ظاهر سایتتون برای یک سایت به طور مثال پزشکی هستش، هیچ مشکلی نداره. اون شخصی که قالب یا سایت شما رو تهیه میکنه و استفاده میکنه کاملا میتونه ادیت بزنه، مثلا از حالتی که شما ایجاد کردید پزشکی تصاویر و متن‌های آیتماشو تغییر بده و اون رو به سایت مکانیکی در بیاره. اصلا هیچ یعنی محدودیت خاصی نداره. پس شما میتونید سایت های آماده رو طراحی بکنید و به فروش برسونید که هر کدوم ممکنه 2 3 5 و حتی 10 میلیون تومان هم فروش داشته باشه. اوکی. شما میتونید فروش مستقیم محصولات رو داشته باشید از طریق فروشگاه اینترنتی که دارید. به طور مثال شما یک سفارش میدید، یک وبسایت فروشگاهی ایجاد میکنید و محصولاتی که دارید رو توی اون وبسایت قرار میدید و به صورت کاملا خودکار و اینترنتی به فروش میرسونید. یا حتی یک سری فایل ها هستن که شما بهشون دسترسی دارید یا خودتون تهیه کردید، جمع آوری کردید، به صورت آنلاین توی وبسایتتون به فروش میرسونید. یعنی یک درآمد کاملا خودکار و آسون. ارائه انواع خدمات حضوری آنلاین رو شما میتونید انجام بدید با کمک در واقع وبسایتتون. قبلا در موردش صحبت کردیم. پرزنتیشن شخصیت حرفه‌ای خودتون. بهتون گفتم شما به عنوان هر شخصی که هر مهارت یا هر حرفه‌ای دارید کاملا میتونید از وبسایت شخصیتون استفاده کنید که این ارائه کاملا حرفه‌ای رو از طریق وبسایت داشته باشید. خیلی خوب، شما اگر یک وبسایتی غیر از همه اینها داشته باشید، یک وبسایت مجله‌ای یا یک وبسایت خبری، با فروش داخل این وبسایت، فروش بکلینک، فروش رپورتاج، تبلیغات یا هر چیز دیگه‌ای، میتونید کسب درآمد داشته باشید. خیلی از وبسایت هایی که خدماتی نیستن، یعنی مجله‌ای هستن، فقط یک سری عکس ها رو میذارن، یک سری خبرها رو میذارن، یک سری حالت متن‌های جالب رو میذارن، اینا از طریق تبلیغات و فروش بکلینک و رپورتاج کسب درآمد دارن. پس اینها رو فراموش نکنید که یک آیتم خیلی جذابی برای کسب درآمد و خیلی هم آسونه، به صورت خودکاره، به یک سری سیستم ها وصل میکنید و شما فقط روی وبسایتتون تمرکز میکنید، از اون طرف داره براتون کسب درآمد میکنه. بازم بهتون میگم با نمایش انواع تبلیغ ها به صورت کلیکی، بنری، تبلیغات کلیکی رو بهتون توضیح بدم که توی ایران یک سیستم ها هستن که تبلیغات کلیکی رو میتونید انجام بدید روی وبسایتتون و درآمد هر کلیک ممکنه از 100 تا تک تومن شروع بشه به بالا. شما هر چقدر بازدید بیشتری داشته باشید درآمد بیشتری رو هم دارید. تبلیغات بنری هم هستش که شما میتونید به صورت جداگونه بپذیرید، روی سایتتون بذارید، ماهانه 2 تومن، 3 تومن، 5 تومن، 10 تومن، کاملا بستگی به بازخورد و بازدیدهای وبسایتتون داره. همچنین شما میتونید به صورت همکاری در فروش کار بکنید، یعنی یک سری مجموعه ها رو پیدا بکنید، بهشون بگید که خب من از طرف من براتون مشتری میفرستم، شما هم یک پورسانتی به من بدید. روش آخر و یک روش بسیار بی‌نظیر دراپ شیپینگ هستش که یک مقداری حالا اخیراً روش ایرانیزه شدهش هم اومده، اما روش پردرآمد و عالی اون روش دلاری و خارجی اون هستش که خودش کاملا یک بحث مفصل هستش. باید در مورد اون تحقیقات کامل رو انجام بدید یا حتی یک سری دوره ها رو مشاهده بکنید، اما یک روش کاملا پردرآمد و خوب هستش. بریم سراغ مورد اول، فروش سایت های آماده کاربردی، که باز توی در واقع همین اسلاید قبلی بهتون خیلی توضیح دادم در این زمینه، اما باز بهتون میگم به صورت پلی دیگه براتون ترسیم کردم. کاملا خودتون میتونید مسیر رو یادداشت بکنید و بعداً استفاده بکنید. یک وبسایت خوب طراحی میکنید، خب موضوع شخصی یا اسم خاصی نداشته باشه. یعنی شما نیاید یک وبسایتی رو مثلا برای فروشگاه هاچ نمیدونم حسین طراحی بکنید، یا نه مثلا یک فروشگاهی باشه که اسم برند خاصی داشته باشه، چون در واقع شما این رو حالا بازم میشه، ببینید نمیگم نمیشه، ولی خب یه چیزی رو تو حالت کلی طراحی بکنید. منظور من این هستش، اینکه بعدن اون شخص اگه بخواد ادیت بزنه برای مورد خودش خیلی گنگ نباشه براش و کاملا یه چیز عمومی باشه. امکانی رو داشته باشن که افراد دیگه بتونن مالک اون باشن، یعنی کلا دیزاینش به سمتی نرفته باشه کاملا به یک برند دیگه شبیه باشه. البته بعضی برندها هستن مثل دیجیکالا، حالا خیلی از افراد دوست دارن مثل اون طراحی بکنن، اوکیه، حالا شما میتونید توی اون دیزاین هم انجام بدید. مثلا یک وبسایت مجله فوتبال یا وبسایت خبری یا هر چیز دیگه، شما میتونید همچین وبسایت هایی رو طراحی بکنید که یک تمپلیت هستن در واقع و افراد فقط یک سری مطالب یا یک سری تصاویر و آیتم ها رو جایگذاری میکنن، اوکی، یا اضافه میکنن، یا مثلا یک وبسایت دانلود فیلم و انیمیشن و بازی و اینطور چیزا، یا
در واقع یک وبسایت فروشگاهی. خب این وبسایت رو شما طراحی میکنید، یک وبسایت شیک، قشنگ، پر کاربرد، در واقع قدرتمند و عالی، و حالا میاد این رو در واقع اون سورسش رو، اون حالت نسبی یا هر طوری که هستش و شما میخواید ارائه بدید رو به فروش میرسونید. روش‌های مختلفی داره و از پلتفرم‌های مختلفی میتونید کمک بگیرید، مثل فیسبوک، لینکدین، دیوار، تلگرام و غیره. آگهی فروشتون رو میذارید، افراد بررسی میکنن، یا حتی اخیراً هم یک سری وبسایت هستن اگر این مورد سایت آماده رو ساپورت بکنن میتونید به صورت خودکار و آنلاین داخل این پلتفرم ها بذارید و به فروش برسونید. بسیار خب، به مورد فروش مستقیم محصولات از طریق فروشگاه اینترنتی میخوایم بپردازیم. این آیتم، این اسلاید یه مقداری به هم ریخته هستش داخل کادر ویدیو، چون اون قسمت رو پوشش نمیده، ازتون عذرخواهی میکنم. خب در این مورد بخوام بهتون بگم اینطوری که شما حالا از صفر براتون دیگه توضیح میدم، یک ایده رو انتخاب میکنید. به طور مثال خب فروش اتکلون، شما یک شرکتی رو پیدا کردید که به صورت مستقیم بدون در واقع تعرفه اضافه با قیمت کارخانه یک سری اتکلون هایی رو میارید به قیمت عمده. خب برای خودتون یک اسم برند انتخاب میکنید و با اون شرکت میبندید که خب این اتکلون ها رو با برند من بزن. شما اسم برند انتخاب میکنید، لوگو ایجاد میکنید، خلاصه دیزاین اختصاصی انجام میدید و سایت فروشگاه خودتون رو بالا میارید. بسیار خب، یک سری نمادهای اعتماد و درگاه پرداخت لازمه که بحث اعتماد و اعتبارتون هم اوکی بشه. این محصولاتی که آوردید، تصاویر، حالا توضیحات، ویژگی‌ها، خلاصه در قالب یک در واقع یک محصول داخل سایتتون درج میکنید. حالا هر چقدر هستن درجشون میکنید کامل، یک فروشگاه کامل دارید با کل محصولاتتون، و حالا اقدام به سئو، بازاریابی و فروش اون محصولتون میکنید. یک روش دیگه هم بهتون بگم که اینجا ننوشتم، اینطوری که حالا این وبسایتتون آماده هستش، محصولات روشه، دارید روی سئو، بازاریابی و مارکتینگ و همه چیز دارید کار میکنید، اینها ممکنه دیر جواب بده. دو تا روش هست میخوام بهتون بگم که خیلی زودتر شما رو به فروش میرسونه، که در واقع یک امیدواری پیدا بکنید و یک اینکه یک پولی هم دستتون بگیره که روی سئو اون بیشتر کار بکنید. یک اینکه این پلتفرمتون، این سایتتون رو به پلتفرم تروپ و ایمالز وصل بکنید و همچنین ذره بین. این سه تا خیلی پلتفرم خوبیه، وصلشون میکنید و محصولاتتون به صورت خودکار اونجا نمایش داده میشه. حالا اونجا یه سری تبلیغات میتونید انجام بدید که فروشتون سریعتر بشه. دو اینکه میتونید از گوگل ادز استفاده بکنید، خیلی عالیه، ولی خب هزینهش دلاریه دیگه، ولی خب مثل همون سئو شما رو به لینک اول میاره و ممکنه خیلی به فروش عالی منجر بشه. بسیار خوب، به آیتم مربوط به فروش فایل های محصولات آنلاین میپردازیم. دقیقاً روند این پروسه شما مثل محصولات فیزیکی هستش، یعنی شما به برند، به سایت خوب نیاز دارید، محصولاتتون رو درج میکنید. حالا شما فقط محصولی که دارید دانلودی هستش، یعنی هیچ مشکل خاصی نداره، نیاز به پست و ارسال اینا نداره. فایل دانلودیتون رو آپلود میکنید، میگید که شما بعد از خرید این رو اتومات دریافت میکنید. حالا اگه از وردپرس استفاده کنید که خیلی هم عالی و راحت دیگه، با کمک ووکامرس این موردها رو ساپورت میکنید و نیازی به پروسه پست و اینطور چیزا نیستش. خیلی ایده راحتی رو میتونید پیدا بکنید و این کار رو انجام بدید. درآمد خیلی عالی هم داره، یعنی در طول روز شما اگر 100 تا فایل رو به فروش برسونید، هر فایل با توجه به اینکه هیچ هزینه در واقع هزینه خریدی برای خود اون فایل نداره، سود کامل داره برای شما. یعنی اگه 100 تا فایل حتی 10,000 تومانی که فکر نمی‌کنم حتی همچین فایلی هم وجود داشته باشه انجام بدید، کلی میتونید سود خالص به جیب بزنید. دارم در مورد روش قانونی صحبت میکنم. ارائه انواع خدمات حضوری آنلاین. اگر شما هر تخصصی دارید، قبلا در موردش صحبت کردیم، مثل پزشکی، مهارت تدریس، طراحی وبسایت، برنامه‌نویسی، نویسندگی، تعمیرات، مترجمی یا هر چیز دیگه‌ای، این خدمات شما اگر حضوری یا حتی آنلاین هستش، داخل وبسایتتون کامل اینا رو معرفی میکنید، نمونه کار میذارید، خب نمونه تست خدماتی کار میذارید. خلاصه با کمک نمادهای اعتماد یا درگاه پرداخت اعتماد و اعتبار سازی ایجاد بکنید و در نهایت با کمک فعالیت توی رسانه‌های اجتماعی بازخوردتون رو بیشتر بکنید که بتونید از وبسایتتون بیشترین بهره رو ببرید. به مورد همکاری در فروش میرسیم. من توضیحات رو دارم یکم سریع میگم، اینه که شما هر کدوم رو زودتر برسیم اینا رو میتونید استاپ بکنید، آیتمایی که نوشتم رو یادداشت بکنید. همکاری در فروش اینطوریه که با یک مجموعه میتونید همکاری بکنید. حالا ممکنه اون مجموعه فروشگاه محل خودتون باشه که یک سری محصولات صنایع دستی خاص رو داره، یا حتی ممکنه با دیجیکالا باشه، هیچ تفاوت خاصی نداره. یک مجموعه رو انتخاب میکنید. حالا که دیجیکالا باشه، اینجا براتون نوشتم که از پنل افیلو استفاده میکنید. اگر
حالا پلتفرم یا سامان دیگه باشه، از اون پلتفرم استفاده میکنید. شما بعد از اون یک وبسایت مجله‌ای بالا میارید، محصولات اون وبسایت رو، اون در واقع همکار رو پوشش میدید، کامل اون در واقع بررسی محصول حالا باشه یا هر چیز دیگه، یک سری مطالب میذارید که خلاصه کاربر که میخواد در مورد اون محصول اطلاعاتی به دست بیاره، وارد سایتتون بشه، اون اطلاعات رو دریافت بکنه و در نهایت تصمیم به این بگیره که اون رو بخره. وقتی تصمیم به این میگیره، شما زیر اون چیکار میکنید؟ یه دکمه میذارید خرید محصول فلان، روی اون کلیک میکنه، شما رو به صفحه‌ای میبره که از اون خرید میکنید. وقتی شما به عنوان معرفی کننده این مشتری رو فرستادید، اون خرید رو انجام میده، یک پورسانتی داخل پنل برای شما ذخیره میشه. به این میگن همکاری در فروش. حالا میتونه حالت سنتیش باشه، مثلا با نمیدونم فروشگاه محلتون یا شهرتون، یا اینکه نه حالت کاملا خودکار و پیشرفته باشه مثل پنل دیجیکالا. با نمایش انواع تبلیغ به صورت کلیکی، بنری یا غیره، میتونید کسب درآمد داشته باشید. همین سایت مجله‌ای که دارید، در کنارش دارید در واقع همین سایت مجله‌ای که دارید باهاش همکاری در فروش انجام میدید، میخوام این مثال بهتون بزنم که میتونید در کنارش تبلیغات رو هم قرار بدید و درآمد داشته باشید. چطوری؟ خیلی که آزاردهنده نباشه، اما خب تبلیغات کلیکی رو قرار میدید، هر کسی روی اون بنرها یا اون تصاویر کلیک بکنه، خب براتون داره پول میندازه دیگه، داره درآمد میندازه از اون طرف داخل پنل. اسم پنلش هم براتون نوشتم دیگه، یک تانت یا تپسل. میتونید سرچ بکنید، وارد پنل ها بشید و استفاده بکنید. اما تبلیغات بنری چجوریه؟ اینطوری که شما خودتون آگهی میذارید داخل سایتتون، این یک جایگاه بنره، اینجا میتونید رزرو بکنید. هزینه ماهیانش، حالا بعد از اینکه مشتری تماس گرفت، میگید مثلا 10 میلیون تومانه، روزانه ما اینقدر بازدید کننده داریم و ماهی اینقدر میذاریم. یا ممکنه بگید که خب ما کمتر از 10 ماه یا کمتر از 3 ماه نمیتونیم این جایگاه براتون رزرو بکنیم و حتما باید 3 ماه رزرو بکنید. پس اینطوری دوستان خیلی میتونه درآمد خوبی براتون داشته باشه. و اسلاید آخر که دیدید واقعا کسب درآمد آنلاین با کمک وبسایت راحته، میتونه خیلی خوب باشه، ایده خیلی عالی هستش، به شرطی که تلاش و پشتکار کافی داشته باشید. اگر مهارت کافی ندارید از کسی کمک بگیرید. و خلاصه این رو براتون درست کردم که واقعا ببینید داشتن یک وبسایت کار بیهوده‌ای نیست، میتونه درآمدزا باشه، مفید و مثمر ثمر باشه. اگر هم خودتون این تخصص رو هم که دارید، چه عالی، دارید با کمک این توضیحات روش‌های بیشتر و جدیدی رو یاد میگیرید، یا حتی ممکنه قدیمی باشه اما برای شما جدیده که اینها رو یاد میگیرید، برید و سراغش کسب درآمدتون رو انجام بدید. خیلی ممنونم که همراهی کردید. اگر دوست داشتید حتما برای دوستانتون بفرستید. با تشکر و خدا نگهدار.